عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان عزیز. ویدیو معرفی ربات تبلیغات در دیوار رو داریم. دوستان، کارکرد ربات به این صورته که یه متنی رو به عنوان ورودی بهش میدید و اون متن رو در آگهی‌های دیوار جستجو میکنه و هرچی آگهی مربوط به اون متن شما بود رو فیلتر میکنه و دونه به دونه آگهی‌ها رو بررسی میکنه. هر کدوم امکان چت داشته باشه، یه تبلیغاتی که از قبل براش تعیین کردید رو داخل چت میفرسته و همینطور این فرآیند ادامه پیدا کنه تا تمام آگهی‌ها تموم بشه. و حالا صفحه رفرش میشه، اگر آگهی جدید بیاد دوباره آگهی جدید رو بررسی میکنه. جوری طراحی شده که رفتارش مثل یک کاربر انسانی باشه و از تشخیص دادنش به عنوان ربات توسط دیوار جلوگیری شه. به هر آگهی دهنده فقط یک بار پیام ارسال میکنه، در واقع یک بار تبلیغات میفرسته که شخصی که چندین آگهی داره به یکی از آگهیش پیام فرستاده شه و از ارسال پیام تکراری در واقع جلوگیری میشه. بریم که ربات رو تست کنیم. بچه این فایل ربات یه سری پیش نیاز داره که حالا باید رو سیستمتون نصب کنید. این کار رو براتون انجام میدم و روی سیستم شما نصب میکنم. قابل اجرا روی ویندوزه. مثلا پایتون باید روی سیستم شما نصب باشه، چون این یه رباتیه که به زبان پایتون نوشته شده. من فایل ربات رو اجرا میکنم. حالا من از قبل یه متنی رو به عنوان تست براش نوشته بودم. الان به عنوان مثال می نویسم پراید. میخوام تمام کسایی که پراید رو آگهی کردن رو پیدا کنه و به اونا پیام بده. اوکی رو میزنیم اینتر. حالا من یه تبلیغاتی رو از قبل متنش رو دادم، شما میتونید اینجا هر متنی رو وارد کنید. من دیگه برای اینکه وقت ویدیو طولانی نشه این کار از قبل کردم. روی اوکی میزنم و این خودکار مرورگر رو باز میکنه و میره تو سایت دیوار و چیزی که بهش دادم رو جستجو میکنه. آگهی رو پیدا میکنه، از اولین آگهی شروع میکنه. خب چت آگهی بازه، میره داخل چت. اگر از قبل بهش پیام نداده باشه که خب نداده و نام این کاربر توی لیست کسایی که از قبل بهشون پیام داده شده نباشه، تبلیغات شما رو میفرسته. مثلا من الان واسش تعیین کردم که همین ربات رو بیا تبلیغ کنه توی کسایی که آگهی چون چتش بازه. میبینید که در حال تایپ اون متنیه که من بهش دادم. خب ارسال کرد، میاد بیرون میره آگهی بعدی. این آگهی الان دکمه چت نداره، ازش میگذره میره آگهی بعدی. هر قابلیت دیگه‌ای هم که بخواید میتونم بهش اضافه کنم، تنظیمات خاصی یا حالا هر چیز دیگه‌ای که مد نظرتون باشه، ولی این بیس کاره و همین طور فرایند ادامه پیدا میکنه تا تمام آگهی‌های مربوط به این متن تموم بشه. دوستان، اون آگهی‌هایی که میبینید، حالا مثلا آگهی قبلی سراتو بود ولی ما پراید رو جستجو کردیم به خاطر اینکه توی دسته‌بندی این شخص آگهی رو اشتباه ثبت کرده و به خاطر همین توی دسته‌بندی پراید پیداش کرد. یعنی مشکل از کسیه که آگهی رو ثبت کرده و برنامه دقیقا بر اساس اون متنی که بهش میدید جستجو میکنه. گزارش کارا هم اینجا توی
پنجره ترمینال براتون میاد که حالا آگهی به کی ارسال شد و یا به خطا خورد و چت آگهی پیدا نشد و با یه دکمه هم میتونید شما برنامه رو متوقف کنید و میبینید که توقف اعمال میشه. همین. و تمام اون ورودی ها ذخیره میشه که حالا تبلیغاتی که واسش تعیین کردید. اینم فایلیه که اه، این فایلیه که نام آگهی دهنده و عنوان آگهی ها توش ذخیره میشه برای اینکه ارسال پیام تکراری به یه شخص نداشته باشه. قیمت ربات رو توی کپشن ویدیو نوشتم. حالا میگم این قیمت پایه است و بر اساس اون قابلیت هایی که اگر بخواید سفارشی بهش اضافه شه تغییر میکنه. امیدوارم که لذت برده باشید.